بازی ذهنی برندهای لوکس با کمیابی ساختگی. برندهای بزرگ و لوکس واقعا محصولشون رو کمیاب نمی‌کنن. اونها با استفاده از روانشناسی کمیابی خواستن رو در ذهن شما مهندسی میکنن. کمیابی نیست، جنگ روانیه. چیزی که فکر میکنی موجود نیست در واقع یه تاکتیک برای تحریک ذهن توه. نبوغ تاریک پشت ماجرا. تاکتیک اصلی رد کردنه، نه کمیابی. برند باعث میشه تو دنبال اونا بدوی و حس کنی که اون برند تو رو انتخاب کرده، نه برعکس. تو به خودت فروختی، نه اونا به تو. تو خودت رو متقاعد کردی که بخری، اونها فقط صحنه رو طراحی کردن. چطور تو هم از این تکنیک استفاده کنی؟ محصول داری؟ لیست انتظار درست کن. ورود رو محدود کن. پیام هایی مثل شما انتخاب شدید بفرست. مشتری حس کنه وارد دنیای مخفی شده. برندهای میلیاردی مثل رولکس یا سوپریم با کمیابی واقعی محصول نمیفروشن. اونا با کمیابی احساسی و روانشناسی تو رو به بازی میگیرن. تو فکر میکنی محصول خاصه، در واقع تویی که داری برای خریدنش خودت رو خاص جلوه میدی. لیست انتظار ساختگیه. برندها مثل رولکس لیست خرید ندارن که بر اساس تقاضا باشه. اون لیست ها بر اساس سنجش پرستیژ و شبکه اجتماعی تو هستن. کی هستی؟ کی رو میشناسی؟ محروم سازی باعث اشتیاق میشه. روانشناسان اینو واکنش مقابله ای یا ریاکتنس بایس مینامن. یعنی وقتی نمیتونی چیزی رو داشته باشی بیشتر میخوایش. مثال برند سوپریم. موجودی خیلی محدود، اعلام فروخته شد، صف انتظار، خرید مجدد با قیمت 10 برابر، همه برای ساختن اعتیاد خرید. هدف فروش نیست، سیگنال دهیه. اون کیف $5000 فقط یک محصول نیست، یه سیگنال اجتماعیه برای نشون دادن من توی دایره خاص هستم، تو نیستی.